این ویروس خطای نیست، این عذاب الله است. این ویروس خطای نیست، این لشکری الله است. این ویروس خطای نیست، این عذاب بالای مردم و عبرت برای دیگران هست که دیگران عبرت بگیرند و دیگران رجوع بکنند به سوی الله تبارک و تعالی. ثم تدعونه فلا یستجاب لكم. وقتی که عذاب الهی بالای سرتون آمد، دیگر دعا میکنید، زاره میکنید، تولا میکنید، استغفار میگوید، گریه میکنید، اما دیگر فلا یستجاب لكم. پیامبر میگوید دیگر الله دعای شما را قبول نمیکند. پس معنای این حدیث همین است که در بین امت اسلام خسف می شود، یعنی زمین می کفد و مردم را به داخل خودش می کشد، می برد و مسخ می شود. مردم بسیار بدرو می شوند، مردم را شکلاشون بسیار بیزیب می شود، مردم به صورت گوناگون تغییر می یابد و قذف می شود، یعنی که از آسمان سنگ می بارد در بالای مردم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و مهربان و شنوندگان محترم و خواهرهای گرامی که حالا صدای بنده به گوش شماها می رسد، اولا سلام خود را به یکایک شما شنوندگان محترم رساندنی هستم و ثانیاً میخواهم برای شما یک پیام، یک گفتگوی داشته باشم یا پیام را برای شما برسانم. دوستان عزیز و مسلمانان محترم، امروز ما و شما زیاد میشنویم درباره ویروس خطای یا آن بیماری که در خطای آمده است. آیا آن ویروس است؟ آیا آن را یگان کسی تشکیل کرده است برای خطای را از بین بردن؟ یگان شخصیت تشکیلش کرده است؟ بنده میخواهم برای شما بگویم که موضوع صحبتم این هست که ویروس خطای نه، بلکه عذاب الله تبارک و تعالی. برادران عزیز و مهربان، پیامبر صلی الله علیه و سلم ما و شما را آگاه کرده است، چطوری که ابو داود در کتابش در سنن ابو داود حدیث داریم زیر رقم 4339 حدیث. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید: ما من رجل یکون فی قوم يعمل فيهم بالمعاصي وهم يقدرون أن يغيروا فلا يغيروا إلا عمهم الله بعقاب. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید هر مرد در بین قوم می باشد، هر شخصیت در بین قوم زندگی می کند، یعمل فیهم بالمعاصی، در بین اون قوم گناه، معصیت، نافرمان برداری زیاد می شود، و هم یقدرون ان یغیروا، و آن شخصها قادر هستند که چند گناهگار را تغییر بدهند آن گناهانشان را، یا منع بکنند از گناهانشان تا اینکه آن گناه انجام داده نشود. فلا یغیروا، اما متاسفانه تغییر نمیدهند یا آن گناهگار را پیش راهش را نمیگیرند که گناه در بین آن قوم جاری می شود. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید الا عمهم الله بعقاب. ای مردم آگاه باشید که عذاب الله تبارک و تعالی فقط برای گناهگاران بالای شما نمی آید، بلکه برای همه اتان می آید. قاق و تر همه سوزانده می شود، گناهگار و صالح همه در زیر عذاب الله گرفتار می شود. الا عمهم الله بعقاب. الله تبارک و تعالی آن قوم را از بالا تا به پایانش، از مردها تا به زنهایش، از موی سفیدها تا به کودکانش
همش را زیر عذاب خود قرار می دهد. الا عمهم الله بعقاب، الله تبارک و تعالی زیر عقاب خود قرار می دهد. پس بندگان الله، امروز ما و شما می شنیدیم یا تا به امروز شنیدیم که چطور بالای مسلمانان ظلم و ستم بود. الله تبارک و تعالی امروز لشکرش را روان کرد و لشکر الله بالای آن ظالمان نزول کرد و فرامد. متاسفانه در این بین صالحا همچنین می سوزند و همچنین زیری شکنجه و زیری ضرر قرار می گیرند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر می گوید که آن حدیث را حذیفه رضی الله عنه روایت می کند. این حدیث حدیثی ترمذی است. امام ترمذی در سننش زیر رقم 2169 می گوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: والذی نفسی بیده لتؤمرون بالمعروف ولتنهون عن المنکر او لیوشکن الله ان یبعث علیکم عقابا ثم تدعونه فلا یستجاب لكم. پیامبر صلی الله علیه و سلم قسم یاد میکند، میگوید والذی نفسی بیده، قسم به همان ذاتی که نفس من، جان و روح من به دست آن ذات است. هرگاه خواست تصرف میکند در روح من. لتأمرون بالمعروف، حتما شما امر به معروف میکنین. ولتنهون عن المنکر، یا حتما شما مردم را از منکر، از کارهای بد منع میکنید. او لیوشکن الله ان یبعث علیکم عقاب، یا نزدیک است که الله تبارک و تعالی بالای شما عذابش را نازل میکند، بالای شما عذاب الهی می آید. ثم تدعونه فلا یستجاب لكم، وقتی که عذاب الهی بالای سرتون آمد دیگر دعا میکنید، زاره میکنید، تولا میکنید، استغفار میگوید، گریه میکنید، اما دیگر فلا یستجاب لكم. پیامبر میگوید دیگر الله دعای شما را قبول نمیکند، زیرا اینکه شما ترک امر معروف کردید، ترک نهی منکر کردید، مردم را امر به معروف نکردید، مردم را از کاری بد نگردانیدید. حتما الله را عذابش بالای شما می آید که دیگر دعاهای شما مستجاب و قبول نمی شود. همچنین در حدیث دیگر امام ترمذی روایت می کند، در سنن ترمذی زیر رقم 2212 حدیث، پیامبر ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: فی هذه الامه خسف و مسخ و قذف. فقال رجل من المسلمين: یا رسول الله ومتى ذاك؟ قال: اذا ظهرت القینات والمعازف وشربت الخمور. این حدیث صحیح می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم ما و شما را آگاه کرده است و ما و شما را باز آگاه می کند که فی هذه الامه خسف، در بین امت اسلام، در بین مردمی که حالا بالای زمین هست، در بین اینها خسف می شود و مسخ می شود و قذف می شود. فقال رجل من المسلمین، پس مرد از مسلمان ها از رسول الله پرسان شد که یا رسول الله و متى ذاک؟ گفت که ای رسول الله، این خسف و مسخ و قذف کی می باشد ای رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: اذا ظهرت القینات والمعازف و شربت الخمور. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: هر زمانی که زنها حافظه شوند، زنها اکتریس شوند، زنها لیچ و برهنه در بین مردها برآمده رقص و بیتگویی بکنند
و المعازف، هر زمانی که موسیقی پهن شود دیگر مردم را میبینی مشغول به موسیقی گوش کردن هست. متاسفانه بعضی از پیشواهای دینی گمراهی که همچنین میگویند موسیقی را گوش کردن حلال هست و مردم را فتوا میدهند. رسول الله میگوید هر زمانی که این پیدا شد و شربت الخمر و عرق نوشیده شد، مردم آشکارا عرق بنوشند، پس بدانید که خسف و مسخ و قذف بالای این امت می آید. برادران عزیز و مهربان، پس معنای خسف و مسخ و قذف چی می باشد؟ در کتاب تحفة الاحوذی در شرح صحیح ترمذی جلد 6 صفحه 348 این قول را بیان می کند. می گوید که خسف و مسخ و قذف قال فی القاموس، در قاموس درباره این کلمه ها گفتگی هستند که خسف المکان یخسف خسوفا، یعنی که ذهب فی الارض. خسف المکان یعنی زمین فرو رفت، یخسف خسوفا به پایان می رود و به پایان رفتن زمین. ذهب فی الارض یعنی زمین وقتی که در داخل زمین می درآید، یعنی زمین رو می کشد، یا هر جایی که زمین فرو می رود، غار می شود، اون را به عربی می گوید خسف. رسول الله صلی الله علیه و سلم می گوید در بین امت این خسف می گوید، در بالای زمین خسف می شود که مردم را به داخل خودش می کشد. و قال و مسخه کمنعه حول صورته الى اخرى اقبح. و همچنین میگوید معنای مسخ معناش همین است که منعه ای حول صورته الى اخرى، یعنی که شکلش را به یک شکل دیگر انداخت، یعنی شکل قبیح، شکلش را دیگرگون کرد و رویش را دیگر کرد، یعنی اقبح بسیار بدروش کرد، بسیار زشتش کرد، همین را میگویند مسخ. و قال قذف بالحجارة یقذف رمى بها، معنای قذف میگوید همین است که قذف بالحجاره یعنی سنگ پرتافت، یقذف سنگ میپرتاید، رمى بها یعنی سنگ پرتافتن را قذف میگویند. پس معنای این حدیث همین است که در بین امت اسلام خسف میشود، یعنی زمین میکفد و مردم را به داخل خودش میکشد میبرد. و مسخ میشود، مردم بسیار بدرو میشوند، مردم را شکلاشون بسیار بیزیب میشود، مردم به صورت گوناگون تغییر مییابد. و قذف میشود یعنی که از آسمان سنگ میبارد در بالای مردم. پس ببینید برادران عزیز و مهربان، این عذاب ها کی می آید؟ همون زمانی که زنها لیچ و برهنه به صحنه برآمدند و پیش مردها رقص و بازی کردند، یا موسیقی در بین مردم مشهور شد که مردم دیگر پند و نصیحت گوش نمی کنند و همیشه به موسیقی مشغول هستند. و همچنین عرق نوش ها خیلی زیاد می شوند. آیا این سه گناه، سه معصیتی که یا سه صفتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند در بالای زمین نیست؟ بله هست. پس عذاب الهی را منتظر باشید. پس برادران عزیز و مهربان، آنچه که در خطای امروز آمده است حتما این عذاب الهی است. الله تبارک و تعالی لشکران گوناگون دارد، عذابهای گوناگون دارد، بالای مردم این لشکرانش را می فرستاند. پس برای اونی که شما یقین بکنید که الله تبارک و تعالی لشکران گوناگون دارد، براتان چندی از این لشکران الله را بیان میکنم، چندی از عذابهای الله را بیان میکنم. برادران عزیز و مهربان، سوره زاریات را، قرآن را بکشایید، سوره زاریات آیت 44 را ببینید. الله تبارک و تعالی در اینجا میگوید فعتوا عن امر ربهم
فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون. الله تبارک و تعالی میگوید فعتوا عن امر ربهم، وقتی که مردم از فرمان الله روی گردانیدن، فرمان الله را به جا نآوردن، حرام کرده های الله را حلال دانستن، حلال کرده های الله را حرام دانستن، الله میگوید فاخذتهم الصاعقه، پس آنها را در بالایشان صاعقه می آید. آیا می دانید صاعقه چی است؟ صاعقه یک عذاب است که از آسمان بالای مردم فرود می آید، بالای هر کسی نازل شد او را می کشد، به قتل می رساند. عذابی آسمانی هست، بالای مردم نازل می شود. و هم ینظرون، و این مردم این عذاب را می بینند با چشمانشان، اما عبرت نمی گیرند. چی طوره که امروز در خطای مردم دیده ایستادند که روز به روز صف مرده ها زیاد شده ایستاده است، اما باز هم عبرت نمی گیرند، باز هم توبه نمی کنند، باز هم رجوع نمی کنند به سوی الله، به سوی دین، به سوی فرمان الله تبارک و تعالی. پس برادران عزیز و مهربان، این یکم لشکری الله است که از آسمان نازل می شود و مردم را می کشد و مردم اون را می بینند، متاسفانه عبرت نمی گیرند. و دوم لشکری الله تبارک و تعالی، حتما این رقم گذاری را خودی بنده کردم، یعنی که دوم عذابی را که اختیار کردم این عذاب غرق است. الله تبارک و تعالی بعضی ها را غرق میکند، یعنی لشکری الله این غرق است که مردم را فرو میبرد. پس بکشاید سوره اعراف آیت 136. الله تبارک و تعالی میگوید فاغرقناهم فی الیم بانهم كذبوا بآیاتنا وكانوا عنها غافلین. الله تبارک و تعالی میگوید فاغرقناهم فی الیم، اونها را در دریا، اونها را در بحر میگوید ما غرقشون کردیم. الله تبارک و تعالی میگوید اونها را ما غرق کردیم. برای چی؟ بانهم، الله سببش بیان میکند، سبب غرق کردنش را الله تبارک و تعالی بیان کرده ایستاده است. الله میگوید بانهم، به سبب آن ما آنها را غرق کردیم که کذبوا بآیاتنا، آیاتهای ما را اونها دروغ شماریدن، آیاتهای ما را قبول نکردن، و کانوا عنها غافلین. الله میگوید که آنها از آیاتهای ما غافل بودن، خود را به غفلت انداخته بودن، میدانستند که این حرام است و انجام میدادند، میدانستند که آن حلال است و مردم را منع میکردند. پس الله میگوید فاغرقناهم، ما آنها را غرق کردیم. به وسیله چی؟ فی الیم، به وسیله آب، زیر آب بردیم. پس برادران عزیز و مهربان، هر جایی که میبینید آب زیر میکند، پس شما فکر نکنید که این آفتی طبیعی هست. نه، این آفتی طبیعی نیست، این لشکری الله است، این عذاب الله است. بالای گناهگاران، بالای قوم میارد که در بین اون تر و قاق میسوزد، یعنی که انسان گناهگار و انسان بیگناه در اون عذاب گرفتار است. چی طوره که پیشتر حدیث را ذکر کردیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند عذاب بالای شما همه‌تون می آید. و سیوم عذاب و سیوم لشکری الله تبارک و تعالی این طوفان می باشد. الله تبارک و تعالی در سوره عنکبوت آیه 14 می فرماید فاخذهم الطوفان وهم ظالمون. الله تبارک و تعالی میگوید بالای اونها عذاب طوفان آمد و آنها را هلاک گردانید، آنها را از بین برد و هم ظالمون، زیرا اینکه آنها ظالم بودند، بالای مردم ظلم میکردند، بالای مردم ستم میکردند،
مردم را شکنجه میکردن بدون حق، الله تبارک و تعالی بالای اونها این طوفان را نازل کرد. طوفان آمد و آنها را گرفت و برد. پس ببینید برادران، این سیوم عذاب الله تبارک و تعالی، این سیوم لشکر است که الله تبارک و تعالی در این دنیا بالای مردم میفرستد و مردم گناهگار را از بین میبرد. همچنین چهارم عذاب، چهارم لشکر الله تبارک و تعالی، الله سبحانه و تعالی در سوره حاقه آیت 6 این لشکرش را بیان میکند، میگوید و اما عاد فاهلكوا بریح صرصر عاتیه. الله تبارک و تعالی میگوید اما عاد را پس هلاک گردانیده شد قوم عاد با چی؟ بریح، با یک شمالی که صرصرین، شمالی بسیار تند است، شمالی بسیار سختی که عاتیه هست. عاتیه یعنی که سرکش، و عاتیه معناش بیپسند، خودپسند. هر کسی که از پیشش برآمد اون رو هلاک میکند. این رو میگوید ریح صرصر عاتیه، یعنی شمالی سختی سرکشی که همه را هلاک میکند. و این شمال شمالی یک دقیقه و 2 دقیقه نیست که مردم نجات بیابند، خانه ها را یکسان میکند. الله اکبر. ببینید این لشکری الله تبارک و تعالی را که امروز اینها را با نام آفتهای طبیعی میشناسند که مردم با این نام الله را فراموش کردند که نه، این آفت طبیعی نیست، این لشکری الله تبارک و تعالی هست. و پنجم لشکری الله تبارک و تعالی، الله تبارک و تعالی میگوید در سوره قصص آیت 81 فخسفنا به و بداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. الله تبارک و تعالی میگوید فخسفنا به، پس ما به زمین فرو بردیم قارون را، و بداره، همچنین حولی و خانه و آن قصرهای قارون را به زمین فرو بردیم. بداره الارض، به زمین فرو بردیمش. فما کان له من فئة ینصرونه من دون الله. الله تبارک و تعالی میگوید پس یگان طایفه، یگان جمعیت، یگان گروه، یگان کسی نبود که ینصرونه، نصرتش بتید، خلاص بکند قارون را، خانه قارون را از این داخل زمین، من دون الله، غیر الله تبارک و تعالی. یگانه نجات دهنده الله سبحانه و تعالی هست که نجات میدهد، دیگر کسی نجات داده نمیتواند. و ما کان من المنتصرین، و کسی دیگر نبود نصرت دهنده و آزاد کننده قارون از این عذاب الهی. برادران عزیز مهربان، عذاب الله تبارک و تعالی بسیار سخت است و گوناگون هست که با نامهای آفت طبیعی امروز برای مردم معرفیش میکنند. و ششم لشکر الله تبارک و تعالی این گشنگی و تشنگی و بالا رفتن نرخ و نوا و پهن شدن بیماری ها است. برادران بسیار متوجه باشید، امروز وقتی که شما میبینید در بازارها نرخ، در بازارها سعری، ارزشی هر یک چیز بالا می رود، این همچنین یکی از لشکران الله هست، یکی از عذابان الله بالای مردم می باشد. الله تبارک و تعالی در سوره اعراف آیت 68 می فرماید
و بلوناهم بالحسنات والسیئات لعلهم یرجعون. الله تبارک و تعالی می فرماید که و بلوناهم بالحسنات، ما آنها را گرفتار کردیم به نیکویی ها. یعنی که به الله تبارک و تعالی بعضی از مردم را بسیار نیکی زیاد، یعنی رزق زیاد داده است که حلال است و حرام است فرق ندارد، یعنی که رزق زیادش داده است. و سیئات، همچنین الله تبارک و تعالی میگوید ما بعضی ها را به بدی ها گرفتار میکنیم. به خاطر چی؟ الله تبارک و تعالی میگوید که لعلهم یرجعون، شاید که این مردم با دیدن این نیکویی ها یا با دیدن این بدی ها بازگردند به سوی الله تبارک و تعالی. و همچنین الله تبارک و تعالی در سوره اعراف آیت 42 می فرماید فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم یتضرعون. الله تبارک و تعالی میگوید ما آنها را گرفتار کردیم به بأسا. بأسا چی است؟ بأسا یعنی هر آن چیزی که انسان بدش میبیند، یعنی هر ضرر، یعنی که کمبغلی و حالت دشواری، گشنگی و گرسنگی و بیبارانی و قاقی، اینها را میگویند بأسا. الله تبارک و تعالی میگوید ما آنها را عذاب میکنیم با این وسیله ها. و ضرا، الله تبارک و تعالی میگوید همچنین ما با ضرا آنها را عذاب میتیم. ضرا چیست؟ ضرا یعنی بیماری ها، عذاب ها. الله تبارک و تعالی میگوید ما بالای اونها عذاب های را میفرستیم، بیماری های را میفرستیم که اونها با نام ویروس امروز ما و شما میشناسیمش، یا با نام آفت طبیعی میگوییم و الله را فراموش میکنیم که آورنده این آفت طبیعی الله است که بالای مردم میارد. و این یکی از لشکران الله است که الله با این وسیله فاسقان، فاجران، ظالمان و آن مسلمانانی که بین اینها زندگی میکنند و امر معروف نهی از منکر نمیکنند، اونها را الله میگوید ما عذاب میکنیم. پس ببینید برادران عزیز و مهربان، الله میگوید و بلوناهم بالحسنات و السیئات. سیئات پس ان همین بالان شدن نرخ نوا در بازار و پهن شدن بیماری های مختلفی که اون را دواش نمیابند، اون را تبابت کردن نمیتوانند، زیرا که این لشکر الله هست از جانب الله بالای این مردم فرستاده شده است. پس برادران عزیز مهربان، اینها می باشد عذابان الله تبارک و تعالی. الله تبارک و تعالی در سوره قصص آیت 59 می فرماید که و ما كنا مهلك القرى الا و اهلها ظالمون. الله تبارک و تعالی میگوید ما یگان شهر را، یگان قشلاق و دیه را ما عذاب نمی کنیم، هلاکشان نمی کنیم، از بین نمی بریم الا و اهلها ظالمون، مگر الله میگوید ما اونها را از بین میبریم، عذاب بالاشان میاریم اگر که مردم آن دیه ظالم باشند، اگر با ظالم ها همکار باشند، اگر با ظالم ها یک جا باشند، الله میگوید ما بالای اونها عذاب رو میاریم. پس برادران عزیز و مهربان، از عذابای الله تبارک و تعالی بترسید. پس برادران عزیز و مهربان، این لشکران الله تبارک و تعالی است که این چند تا اش را بنده براتان از کلام الله ذکر کردم و باز چندین عذابهای الهی لشکران الله تبارک و تعالی هست که در قرآن ذکر شده است، که در قوم‌های پیشینه نازل میشد، در بالای سرشان سنگ میبارید و الله تبارک و تعالی شکل‌هاشون به مثل میمون میگردانید. چطوری که الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیت 65 میگوید ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الله تبارک و تعالی میگوید در روز شنبه اونها نافرمان برداری الله را کردند،
پس الله میگوید ما برای اونها گفتیم که شما میمونی خوار و ذلیل گردید، قرده گردید، یعنی میمون باشید و میمون گردید. پس برادران عزیز و مهربان، الله تبارک و تعالی را عذابش بسیار سخت است. الله تبارک و تعالی لشکراش بسیار زیاد است. پس از الله بترسید تا اینکه از لشکران الله در امین باشید و در امین بمانید. پس در آخر گفتنی هستم که این لشکر الله که در خطای آمده است و همچنین با آن چیزهایی که شنیدم از اخبارات عامه که به بعض دولت ها سرایت کرده است و گذشته است، این لشکر الله است و با ایمان کامل گفته می توانم، زیرا اینکه این آیت هایی که خواندیم و در گفتاری بنده تایید میکند گفتار بنده را که این لشکر الله تبارک و تعالی هست. الله تبارک و تعالی این لشکرش را نازل کرده است تا اینکه عبرت برای باقی مانده ها شود و تا اینکه مردم رجوع بکنند به سوی الله تبارک و تعالی و به سوی دین الله تبارک و تعالی. و همچنین در آخر نجات یافتن از این عذاب الهی را براتان رساندنی هستم. دوستان عزیز، یگانه راه نجات یافتن از این عذاب الله تبارک و تعالی این رجوع به دین الله است، بازگشتن به دین الله است، بازگشتن به قرآن و سنت است. اگر که به دین الله بازگشتیم، اگر به قرآن و سنت بازگشتیم، بدانید که از این عذاب الهی خلاص میابید. اگر به سوی الله باز نگشتیم، این را بدانید که از این عذاب الهی ما خلاص نمیابیم و خلاص نمیشویم. یگانه راه نجات این بازگشت به سوی الله تبارک و تعالی است از این عذابی که امروز بالای زمین آمده است و امروز با نام ویروس خطای شناخته می شود. این ویروس خطای نیست، این عذاب الله است. این ویروس خطای نیست، این لشکر الله است. این ویروس خطای نیست، این عذاب بالای مردم و عبرت برای دیگران هست که دیگران عبرت بگیرند و دیگران رجوع بکنند به سوی الله تبارک و تعالی. اگر رجوع نکردن، این عذاب الهی این هم نهایت الله دیگر عذابش را، دیگر لشکرش را به بالایشان میفرستد. پس برادران عزیز و مهربان، این بود حقی مسلمانیم، این بود حقی طالب علمیم، این بود حقی آن چیزی که از الله و رسول میدانستم برای شما برسانم که رجوع بکنید به دین الله، دور باشید از حافظه ها، دور باشید از رقاصه ها، دور باشید از ریپریست ها، دور باشید از آن کسانی که امروز شما را از الله و رسول دور میکند. دور باشید از آن کسانی که امروز مردم را به قمار دعوت میکنند. دور باشید شما امروز از آن کسانی که برای مردم گویا که خیر و صدقه جمع میکنند و میروند قمار تشکیل میکنند و قمار بازی میکنند. الله تبارک و تعالی از این صدقه جمع کنها و از این قمار بازها و از این بدبختان و از این فاسقان و از این ظالمان و از این ضال و مضلین ما و شما را نجات بتید. آمین یا رب العالمین. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.